بسم الله الرحمن الرحیم. گو الله پاک نامیات امید کن هر جگه سے مارا چا میار جل گندگی واشو ڈاڈو سلامت باته سکی و سوری مگنداته انچوم زانه که شهرستان دشتیاری چا کرونای لحاظا قرمز اعلام بیتا و مانات کیگن واجه دکتر میدی موعدی کرده که لوٹان گیشتر شمارا چا کرونای باریگه بگوشته دکتر درباره ویروس کرونا به ما بگید و مردم چیکار کنند که به کرونا مبتلا نشن. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت مردم خوب و مهربان بلوچستان و شما مجری زحمتکش. حقیقتا راجع به موضوع کرونا یک سال خورده که داره صحبت میشه و بسیاری از مردم ما خیلی اطلاعاتشون بیشتر از ماست بعضن، ولی خب فقط من باب این که یک مروری کرده باشیم با هم یه مسائل رو که واقعا در ارتباط با پیشگیری و رعایت‌های واجب کرونا رو مرور میکنیم با هم. واقعا از مردم خواهشمندیم که نظافت و بهداشت شخصی رو رعایت کنن، دستاشون رو مرتب با مواد شوینده مناسب بشورن، فاصله های اجتماعی رو در محیط بیرون از خونه رعایت بکنن، در مهمانی ها حتی با اقوام نزدیکشون خونه پدر مادر که میرن فاصله رو سعی کنن رعایت بکنن. وقتی از خونه بیرون میان حتما از ماسک استفاده کنن، در اجتماعات حتما از ماسک استفاده کنن. اگر ضرورتی نداره به مهمانی ها نرن، در اجتماعاتی که واقعا وجوب نداره شرکت نکنن، ازشون دوری کنن. و در آخر هم واقعا ازشون خواهش میکنیم وقتی علائم سرماخوردگی و کرونا رو در خودشون احساس کردن، از همون اول امر، چون در همون ابتدای بیماری نقل و انتقال بیماری به افراد دیگه زیاده، از همون ابتدا که خودشون متوجه شدن سعی کنن یه سری مسائل رو رعایت کنن، خودشون خود جداسازی داشته باشن، اتاقشون رو جدا کنن، سعی کنن از ماسک استفاده کنن، لوازم شخصیشون رو جدای از سایر اعضای خانواده قرار بدن، از حضور تو اجتماعات به شدت پرهیز کنن تا این چرخه انتقال رو بتونیم بشکنیم و به کمک همونطور که سال گذشته استان بلوچستان یک استان عالی سفید و آبی بود در زمینه کرونا، امسال هم از این خط قرمز عبور کنیم و هر چه زودتر این بیماری منحوس رو انشالله به کمک هم ریشه‌کن کنیم تا اینکه واکسیناسیون تکمیل بشه انشالله. در آخر هم خواهشم از مسئولین اینه که ما به شدت با بحث مشکلات دارویی مواجهیم. بیش از 2 ماهه که به داروخانه‌های خصوصی این منطقه هیچ سرومی تحویل داده نشده و هیچ سرومی تو بازار موجود نیست، در حالی که ما میدونیم بحث سرم تراپی و هیدریشن تو درمان این بیماری به شدت برای ما مهمه. خواهشمندیم که یه فکری به حال این موضوع هم بکنن تا بتونیم ما جوابگوی درمان سرپایی بیماران باشیم. سپاس و تشکر از شما جناب دکتر و منتوارم چه شما را که گما هو رو همراه بیتگه. فقط منی سوگا و سفارش با شما ایشین که ما شما درو بهداشتی سوج و عبران گوش بداریم و رعایت بکنیم انشالله که ویروس کرونا مبتلا ما به شما را پا الله سپارا. هر جگه از مواظب وات وتی خوبیانی وتی بچکنده ببیتان الله میار و باوٹتا.